گرفتن اسکین کوجی. بعد برید DMZ پلی بدید. مود هاردش هم باید سختش رو انتخاب کنید. بیاید اینجایی که تو مپ بهتون نشون میدم قسمت کوروهانا شیپ. بعد دقت کنید کجای این قایق زرده تو مپ نگاه کنید، اگه شرقشه یا غربشه همونجا رو برید، باس اونجا. حالا رئیس رو با گاز یا مولوتوف بکشید، خیلی راحت تر اینجوری، و از تو جعبش کریتش رو بردارید. این کریتی که مشخص کردم. حالا کل مپ میافتن دنباله. چرا؟ چون تو نقشه معلومه که تو برداشتی. خیلی سریع با اولین خروجی خارج شد. اگه همتیمیت کریتو برداشته باشه که برای تو نامه ها میاد برمیداری. اگه خودت کریتو برداشته باشی باید بری قسمت ورهاوس، اینجا میتونی بازش کنی، اما نکته داره، درجا بازش نکن. اول اینو بزن، بعد بیا اینجا اینو بزن، کانفرمو بزن که فقط کریت برات. حالا میتونی بزنی کریتو بازش کنی، یکی از این سه تا رو بهت میده، اون شمشیره رو یا خود اسکینو یا اون یه چیزی پرتابیو. اسپانسر این پست پیج اجاره موبی، کلی اکانت خفن برای کرایه دارن، آدرسشون تو کپشن.